2 روز در هفته وجود دارد که ما نباید نگران آن باشیم. 2 روزی که باید عاری از نگرانی و ترس نگه داشته شوند. یکی از این روزها دیروز است، با تمام اشتباهاتش و غم و غصه هایش، با تمام کاستی ها و خطاهایش، با تمام دردها و منتهایش. دیروز برای همیشه و تا ابد از کنترل ما خارج شده است. تمام پولهای دنیا نمی توانند دیروز را برگردانند. ما نمی توانیم حتی یک کاری را که در آن انجام داده ایم خنثی کنیم. ما نمی توانیم حتی یک کلمه را که بیان کرده ایم را پاک کنیم و بزداییم. دیروز رفته است. یک روز دیگر که ما نباید نگران آن باشیم فردا است.